سلام مریم، آموزش حل مشکل قفل سیدما هستی رو برای شما بگیم که وقتی قفل شد بدونید از کجا قفلش رو باز کنید. پس با لمسه همراه باشید. ببینید که سیدما اونها قفل شده و جابجا نمیشه. شما در این قسمت در یک صفحه خالی انتخاب میکنید، نگه میدارید تا همچین صفحه مواجه بشه و توی چرخدنده کلیک میکنید. بعد در اینجا گزینه بیشتر رو میزنید. در اینجا یه گزینه پیدا میکنید به نام این گزینه که قفل کردن سیدما های صفحه هستی. این رو آف میکنید و بیاید این هم تیکش هم میزنید. الان میبینید که میتونید اینا رو جابجا کنید. اگر این ویدیو برای کاربردی بود ممنون که من رو دنبال کنی و اگر این ویدیو رو دوست داشتی و برای کاربردی بود ممنون که من رو لایک کنی، کن تا یادت تا ویدیوهای بعدی.